مؤسسه‌های تعلیمی کسب آموزی در سمت صاحب کسب نمودن نسل جوان کشور سهم ارزنده دارند. در لیسه کسبی تکنیکی نویه شهرنو زیاده از 250 نفر دانشجویان از روی 6 اختصاص کسب می‌آموزند. قربانعلی نرزولا دانشجوی سال اول لیسه است. او پیشه برقچی را انتخاب نموده است. در مدت یک سال علاقه نوزگی‌های کسب انتخاب نموده‌اش را از خود نموده به اختراع و از نوسازی تجهیزات برقی کامیاب گشته است. و من همین لامشک‌های کم مصرف که برآوردگان همین ها می‌سوزند کانیسات رو می‌سوزد و سویتادیودهایم می‌سوزد بعدی کانیسات رو سوختن ما این گفته درونش رو عوض می‌کنیم ضرورتمند که تلفن رو به جای کانیسات روشو مونده و سویتادیودهای فناریک‌های رو گفته در اینجا می‌گذاریم و رنگ همون کم مصرف باری با روشنایی بیشتر رو با خود میگیرد. میخواهم که صاحب کسب شوم و در آینده در وطن خود صادقانه خدمت کنم. یکی از سمت‌های مهمترین فعالیت حکومت و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی تأسیس جایهای نوی کاری و به کسب آموزی فرا گرفتن زنان و بانوان خانه‌نشین میباشد. این روزها در این دبستان بانوان و دختران به آموختن هنر مشغول میباشند. مدت 6 ماه است که یکم سال در اینجا تحصیل میکنم. در مکتب لیسه لکته نویه شهرنو بر اختصاص منچری برق در مدت 2-3 ماه شد که من منتج ویکلوچتر دوترگاه را اختراع کردم. شرایط در مکتب لیسه ما خوب است و آموزگارای با تجربه نوزگی‌های برقی را به ما می‌آموزاند. برای ماندن مرکزهای کسب آموزی و مساعدت به آموزش زنان و بانوان از تدبیرهای مهم حکومت مملکت محسوب می‌یابد که در تمام منطقه‌های کشور راه اندازی می‌گردد. این حال در لیسه کسبی تکنیکی نوی شهرنو 334 نفر خوانندگان از روی اختصاص‌های حسابدار با آموزش در کامپیوتر، مانتوری برق، به تعمیر و خدمات تجهیزات برقی، 2 زن در تراکتورچی ماشینیستی، استثمارات کشاورزی، کفشیرگر، گازی و برقی، سیستم کامپیوتری اینترنت تکنولوژیا کسب آموزنده می شود. این حال در مؤسسه 42 نفر آموزگاران و استادای تعلیم استحصالی فعالیت دارند که برای در آینده صاحب کسب گرداندن جوانان سعی و کوشش خود را دریغ نداشته فعالیت دارند. با مقصد بلند برداشتن سویه دانش و آداب و اخلاق، تربیت نمودن در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، رهبریت در آینده نقشه‌های زیاد را راه‌اندازی کرده است و کوشش می‌نماید که متخصصان را موافق به طلبات زمانه تیار نماید.